رنگ و لوگوی شما یکی از بهترین ابزاریه که میتونید همکاری بین دو تا برند رو نشون بدید. راجع به همکاری بعداً صحبت میکنم، ولی بدونید که بیشترین تاثیر رو میتونه رنگ و لوگوی شما توی ناخودآگاه افراد بذاره. نماد برند شما تنها لوگو و رنگ شما نیست، بسته‌بندی و اون حسی که مشتری از شما برداشت میکنه و یا حسی که شما میخواین به اونها القا کنید در رابطه مستقیمی داره با برند شما. براتون یک مثال بزنم. برندهای معروف دنیا مثل BMW، کوکاکولا یا مکدونالد رو توی گوگل سرچ کنید و توی قسمت عکس ها دست خودتون رو روی لوگوی اون برند قرار بدین و اینو میفهمید که بدون اینکه شما اون لوگو رو بخونید میتونید تشخیص بدید این چه برندی هستش. این یعنی قدرتی که اون برند روی ذهن شما تاثیر گذاشته. شما بدون اینکه آرم BMW رو ببینید میتونید بفهمید که این خودرو برای شرکت BMW هستش. این یعنی برندسازی، این یعنی تمام اجزای یک محصول دقیقاً برای برند خودش و برای هدفی که داره طراحی شده.